دوستان سلام، امیدوارم حالتون خوب باشه. با آموزش مهارت رایتینگ تسک یک آکادمیک آیلتس خوش اومدین. این ویدیوی 24م آموزش رایتینگ تسک یک و همونطور که در تصویر میبینید من در این ویدیو میخوام برای این نمونه سوال که در کتاب کمبریج آیلتس 10 اومده یک گزارش کامل بنویسم. اول از همه مفصل یک سری نکات رو بهتون توضیح میدم و بعدش با استفاده از اون نکات یک گزارش کامل برای این سوال خواهم نوشته. لطفاً چیزی بین 45 دقیقه الی یک ساعت از زمانتون رو به من بدید تا همه نکات لازم در مورد این سوال رو یاد بگیرید. قبل از اینکه من درس رو شروع بکنم یه نکته کوچیک رو فقط بهتون بگم. اون هم اینه که خب من همه آموزش هایی که تا الان برای رایتینگ تسک یک آکادمیک آیلتس منتشر کردم رو در نرم افزار یا اپلیکیشن نوشن ایجاد کردم. تمامی آنچه که در تصویر میبینید و من روی اونها صحبت میکنم در نوشن هستن. و خب یه قابلیت جالبی که نوشن داره اینه که اون محتوای متنی رو میشه تبدیل به نوعی وبسایت کرد که خب من این کارو کردم و شما با رفتن به لینکی که من در قسمت توضیحات براتون میذارم میتونید به همه محتوای این صفحه دسترسی داشته باشید و از ویدیوی اول تا ویدیوی آخر هم به خود ویدیوها دسترسی داشته باشید که در یوتیوب هستن و هم به اون محتوای متنی دسترسی داشته باشید تا درس خوندن و مطالعه کردن برای رایتینگ تسک یک آکادمیک آیلتس براتون راحت تر بشه. این یه نکته که باید میگفتم. نکته دوم برای بچه‌هایی که تازه ملحق شدن به کانال یوتیوب من، اول از همه بهتون خوش آمد میگم. امیدوارم که آموزش ها بتونه بهتون کمک بکنه. اگر این اولین ویدیویی که میبینید در مورد رایتینگ تسک یک، اینو بگم که خب من با این ویدیو 24 ویدیو منتشر کردم و خیلی خوبه که خیلی ایده خوبیه که اگر که اول راه رایتینگ تسک یک آکادمیک آیلتس هستید از ویدیوی اول به ترتیب شروع کنید بیاین جلو تا قدم به قدم مهارت رایتینگ تسک یک آکادمیک آیلتس رو یاد بگیرید. من لینک پلیلیست رایتینگ تسک یک رو در قسمت توضیحات میذارم تا به راحتی بتونید به همه ویدیوهای رایتینگ تسک یک دسترسی داشته باشید. پیشنهاد میکنم که در کانال یوتیوب من هم سابسکرایب بکنید تا بقیه آموزش هایی که در آینده منتشر میکنم رو هم از دست ندید. من برنامه‌ام اینه که حالا رایتینگ تسک یک آکادمیک که به اتمام رسید، فکر میکنم به جز این ویدیو 5 الی 6 ویدیوی دیگه باید منتشر بکنم تا تسک یک به اتمام برسه. برنامه‌ام اینه که بعد از اینکه تسک یک تموم شد آموزش لیسنینگ آیلتس رو در کانال یوتیوب شروع بکنم. البته قبلا یک آموزش لیسنینگ داشتم ولی خب مال چند سال پیشه و یه مقدار قدیمی شده چون که الان دیگه آزمون کامپیوتری هست. آموزش قبلی لیسنینگ برای آزمون کاغذی آیلتس بود و به زودی بعد از اینکه رایتینگ تسک یک رو تموم بکنم میرم سراغ آموزش مهارت لیسنینگ آیلتس برای آیلتس کامپیوتری. بنابراین ممنون میشم اگر که دوست داشتید در کانال سابسکرایب بکنید تا ویدیوهای بعدی رو از دست ندید. خب بریم سراغ ویدیوی امروز و در مورد این جدول با همدیگه صحبت بکنیم و ببینیم که این جدول رو چگونه میتونیم براش یک رایتینگ تسک یک یا یک ریپورت یا یک گزارش بنویسیم. خب جدول که مشخصه چه اطلاعاتی داره به ما میده. میگه که این دوتا جدول داره میزان فروش قهوه و موز رو که لیبل فیر ترید دارن رو در 5 کشور اروپایی در سالهای 1999 و 2004 نشون میده. نکته خاصی خود سوال نداره، فقط اون عبارت فیر ترید لیبل هستش که خیلی مهم نیست. این فیر ترید لیبل یک چه میدونم یه چیزیه توی تجارت موز و قهوه و یه لیبل خاصیه که روی اون موز یا قهوه میزن. خیلی نکته مهمی نداره. بعد توی جدول اول داره میزان فروش قهوه رو در سالهای 1999 و 2004 در واحد میلیون یورو در بریتانیا، سوئیس، دانمارک، بلژیک و سوئد نشون میده. جدول دوم هم داره میزان فروش موز رو در همون سالها در همون واحد پولی مجددا در همون کشورها یعنی بریتانیا، سوئیس، دانمارک، بلژیک و
سوئد نشون میده که شما بایستی که بیاین این اطلاعات رو خلاصه بکنید، با همدیگه مقایسه کنید و یک گزارش براش بنویسید. کاری که من میخوام انجام بدم مثل بقیه نمونه هایی که تا الان نوشتم اینه که یک اینتروداکشن داشته باشم، مقدمه، یک اوورویو بنویسم و 2 تا دیتیلز پاراگراف براش بنویسم. در مورد نحوه نوشتن اینتروداکشن، اوورویو و پاراگراف های جزئیات، دیتیلز پاراگراف ها، در ویدیوی قبلی مفصل صحبت کردم. اگر که اصول نوشتن این پاراگراف ها رو میخواین یاد بگیرید، بهتره که به ویدیوهای قبلی یک سری بزنید و اونها رو ببینید. من میخوام حالا قبل از اینکه شروع کنم به نوشتن مقدمه و اوورویو و اینجور چیزها یه کار بامزه انجام بدم و راستش داشتم به این فکر میکردم که کاش زودتر این کارو کرده بودم. چی کار میخوام بکنم؟ من اول از همه میخوام یه سری لغات به شما آموزش بدم. یعنی به جای اینکه من مستقیم بیام برم سراغ نوشتن اینتروداکشن و اوورویو و پاراگراف های جزئیات، بیاین اول با همدیگه یک سری کلمه یاد بگیریم. خب این بخش اول یه سری کلمه با هم یاد میگیریم یا عبارت با همدیگه یاد میگیریم. در بخش دوم آموزش لغت میایم با همدیگه چک میکنیم که اون کلمات رو آیا درست یاد گرفتید یا نه، و در بخش سوم هم میایم تمرین میکنیم و از اون کلمات برای نوشتن جملات استفاده میکنیم. کلماتی که در قسمت وکابولری، یعنی اینجا میخوام بهتون آموزش بدم، کلماتی هستن که در ادامه در نوشتن این گزارش میتونیم ازشون استفاده کنیم. نه تنها در مورد این گزارش، بلکه در مورد خیلی از گزارش هایی که شبیه به این هستن از این کلمات و عبارات میتونیم استفاده کنیم. بیایم ببینیم که اون کلمات چیا هستن. Let's learn some useful phrases. چند تا کلمه و یا عبارت به درد بخور چیکار بکنیم یاد بگیریم. همونطور که گفتم قراره که در ادامه از این کلمات در نوشتن این گزارش من استفاده بکنم. اگر که متن براتون ریز هستش، گفتم میتونید وارد وبسایت نوشن بشید و اونجا در یک صفحه جداگونه متن رو داشته باشید و حتی راحت‌تر میتونید کپی پیست بکنید اگر که میخواین توی یک فایل جداگونه نوت برداری هم انجام بدید. خب من برای اینکه این 10 تا عبارت رو به شما یاد بدم، بیایم با همدیگه یک سناریو در نظر بگیریم. ما 2 تا شرکت داریم اینجا، یکیش به اسم گلوبال بین، اوکی، یک کمپانی خیلی بزرگ و معروفیه، و شرکت دوم یا کمپانی دوم هم اسمش کورنر برو هستش که در مقایسه با گلوبال بین یک کمپانی محلی و کوچیک‌تره. خب و ما میخوایم رقابت این 2 تا شرکت یا کمپانی رو در بازار بررسی بکنیم و یک سری کلمات و عبارات با همدیگه یاد بگیریم. هر دوی این کمپانی های قهوه هستن، اوکی، کارشون قهوه فروختن. پس بنابراین کمپانی اول گلوبال بین و کمپانی دوم کورنر برو، اوکی. خب بریم با همدیگه حالا با توجه به این سناریو یه سری عبارات با همدیگه یاد بگیریم. خب a modest market، اوکی، تعریف عبارت modest market چیه؟ A modest market is a market that is not very large or growing very quickly. It's small and humble. یعنی چی؟ میگه modest market یعنی یک بازاری که خیلی بزرگ نیست، کوچیکه، خیلی پر رونق نیست. اوکی. کلا کلمه مادست یعنی متواضع یا کم یا کوچک. بنابراین وقتی من میگم که مادست مارکت، اینجا یعنی یک بازاری که خیلی بازار بزرگی نیست، یک بازار محدود و یک بازار کوچیکیه. اوکی. مثال اول رو در مورد شرکت کورنر برو میخوام بزنم. Corner Brew started by selling very expensive rare coffee beans. میگه که شرکت کورنر برو کارش رو با فروش قهوه های خیلی نایاب و گرون شروع کرد. The modest market for this type of coffee meant they only had a few very dedicated customers at first. خب وقتی یه شرکت میاد قهوه‌های خیلی خاص و نادر و گرون قیمت میفروشه، بازارش بازار خیلی بزرگ و پر رونق و گنده‌ای نیستش. اوکی، تعداد مشتریای محدودی داره. پس بنابراین کورنر برو اومده یک محصول خاصی رو داره ارائه میده و چون یک محصول خاصی رو داره ارائه میده، یک بازار خیلی بزرگ براش نداره، یک مادست مارکت براش داره. مثال دوم که حالا از اون سناریوی اون 2 تا شرکت میایم بیرون که بیشتر متوجه داستان بشیم،
She runs a small online store selling handmade bookmark. میگه یک فروشگاه آنلاین کوچیک داره که میاد بوکمارک های دست ساز میفروشه. بعد میگه it's a modest market، یعنی یک بازار کوچیکیه، خیلی پر رونق نیست. but she has enough customers to be happy، ولی اونقدری مشتری داره که خوشحال باشه. اوکی، پس modest market یعنی یک بازار محدود، یک بازار کوچک. بریم سراغ کلمه دوم، dominant leader. خب تحت لفظی بخوایم اینو ترجمه بکنیم، خب لیدر میشه رهبر، دامیننت هم یعنی مسلط. و اگه ما بخوایم این عبارت رو ترجمه بکنیم میشه رهبر مسلط. حالا ما اینجا میگیم رهبر، در مورد شخص صحبت نمی کنیم، در مورد یک شرکت داریم صحبت میکنیم که اینقدر قویه، اینقدر موفقه یا اینقدر معروف و محبوبه که همه میرن سراغ اون. اوکی، مثلا توی حوزه تکنولوژی میشه مثلا گفت که شرکت هایی مثل گوگل، مایکروسافت و اپل اینها دامیننت لیدر های بازار تکنولوژی هستن. بازار توی دست ایناست. اوکی، بنابراین اگر که یک شرکتی بازار دستش باشه میگیم که اون شرکت دامیننت لیدر یا رهبر مطلق اون بازاره، بازار تو مشتشه. اوکی، اینجا توضیح دادم the most powerful, successful or popular company or person in a particular field. مثال اول رو به Global Bean میزنم، همون شرکت که اول کار بهتون گفتم. With hundreds of stores across the country, Global Bean is the dominant leader in the coffee industry. Everyone knows its name. میگه با صدها شعبه یا مغازه در سرتاسر کشور، کمپانی Global Bean رهبر مطلق بازار قهوه توی کشور. اوکی، همه اونو میشناسن. بازار قهوه دست این شرکت. اوکی، مثال دوم. For over a decade، برای بیش از یک دهه، that smartphone company was the dominant leader in technology and innovation. میگه برای بیش از یک دهه اون شرکت تولید گوشی‌های هوشمند بازار تکنولوژی و نوآوری دستش بود. دامیننت لیدر یا رهبر مطلق اون بازار بوده. اگه مثلا یادتون باشه، حالا قبل از اینکه اپل و سامسونگ و اینجور چیزا وارد بازار بشن، نوکیا یه زمانی واسه خودش یک تازیم کرد و شاید در دهه‌های 90 و اوایل سال 2000 نوکیا رو میتونستیم بگیم دامیننت لیدر مارکت گوشی‌های همراه بود که حالا بعدش حالا به هر دلیلی کلا دیگه نیست دیگه. عبارت بعدی moderate increase، یعنی یک افزایش ملایم، یا افزایش کم. افزایش پیدا کرده ولی نه خیلی زیاد. اوکی، a small to medium rise in number or amount، وقتی که تعداد یا میزان یک چیزی یک کوچولو به صورت متوسط افزایش پیدا میکنه. It's not huge or dramatic change، یه تغییر خیلی بزرگ نیست. خب یک مثال اول اینجا با شرکت کورنر برو داشته باشیم. میگه after Corner Brew introduced a new lunch menu، میگه بعد از اینکه اومد منوی جدید ناهارش رو معرفی کرد شرکت Corner Brew، they saw a moderate increase in customers. تعداد مشتریاشون یکم افزایش پیدا کرد. about 10% more than the month before، حدود 10% نسبت به ماه قبل افزایش داشت. مثال بعدی، after studying a little every night he saw a moderate increase in his test scores. بعد از اینکه یکم هر شب شروع کرد به درس خوندن، شاهد یک افزایش کم یا متوسط در نتایج آزمونش بود. اوکی، پس یک افزایشی اتفاق افتاده ولی خیلی زیاد نیست. عبارت بعدی mixed trend. اوکی، خب ما اینجا trend رو ما بیایم روند ترجمه بکنیم و میکست رو بیایم ترکیبی ترجمه بکنیم. یک روند ترکیبی یا یک روند متغیر. یعنی چی؟ یعنی a situation where different things are happening at the same time. Some are positive, some are negative. The overall pattern is not clear. اوکی؟ ببین بچه‌ها، یه موقعی هست یه چیزی دائم داره افزایش پیدا میکنه، پس روندش افزایشیه. یه چیزی هست که دائم داره کاهش پیدا میکنه، پس روندش دائما کاهشیه. مثلا قیمت ارز و دلار هی داره میره بالا، قدرت خرید ما ایرانی‌ها هی داره کمتر میشه. یه چیز تکلیف اون مشخصه. ولی میکسد ترند چیه؟ یعنی یک روندی که یکم میره بالا بعد میاد پایین، یکم میره بالا بعد میاد پایین، یکم میره بالا بعد میاد پایین. اوکی، ما بهش میگیم میکسد ترند. اوکی، بعضی وقتا خوبه، مثبت، به بالاست، بعضی وقتا بده، منفیه و به رو به پایینه.
اوکی. مثلا در مورد شرکت Global Bean میگیم که Global Bean's latest report shows a mixed trend. آخرین گزارشی که کمپانی Global Bean منتشر کرده یک روند ترکیبی رو نشون میده. میگه their coffee sales are up. میزان فروش قهوهشون بالاست. But their food sales are down. ولی میزان فروش غذاشون کم یا پایین. یه مثال دیگه The real estate market is showing a mixed trend. یه بازار املاک یک روند ترکیبی رو داره نشون میده. یعنی چی؟ توضیح میده. میگه prices for apartments are rising. قیمت آپارتمان ها داره افزایش پیدا میکنه. But prices for large houses are falling. ولی قیمت خونه های بزرگ داره کاهش پیدا میکنه. اوکی؟ عبارت بعدی to widen lead. خب اینجا lead یک اسم نونه و widen اینجا فعل هستش. خب یعنی چی widen lead؟ بچه کلمه lead اینجا به عنوان اسم یعنی برتری داشتن. خب یه برتری وجود داره. خب widen یعنی گسترش دادن. پس تحت لفظی یعنی که گسترش دادن برتری. حالا ساده تر بگم. اول definitionی که اینجا گذاشتم رو بخونیم. When a person or a company is already in the first place and they do something to get even further ahead of their competitors. یعنی چی؟ یعنی وقتی یک شخص یا یک شرکت یا یک کمپانی شرکت اول بازار دستشه، خب شرکت بزرگ و موفقیه، ولی باز میاد یه کارایی میکنه که اون برتر بودنش، اون برتریش بیشتر بشه. مثلا شما فکر کنید که شرکتی مثل اپل توی بازار تکنولوژی آمریکا شرکت اوله. آخرین بار یادم میاد 3 تریلیون دلار ارزش کل سهام اپل بود. خب همین الان نسبت به گوگل و مایکروسافت و خیلی از شرکت‌های دیگه جلوتر. حالا فرض کنید با وجود اینکه جلوتر از بقیه است، باز میاد خودشو گسترش میده، یه سری محصولات جدید معرفی میکنه و این 3 تریلیون دلارش مثلا میشه 6 تریلیون دلار و باز هم بیشتر از رقبا میره جلوتر. اینجا میایم از عبارت widen lead استفاده میکنیم. به مثال اول دقت بکنید که من اینجا گذاشتم Global Bean. خب توی اون سناریوی اول کار گفتیم که Global Bean یه شرکت خیلی بزرگ و معروفی هست همین الان. خب حالا توی مثال چی میگه؟ میگه Global Bean is already more popular than Corner Brew. میگه همین الان Global Bean از Corner Brew محبوبتر و معروفتره. بعد میگه by opening 3 new stores، با باز کردن 3 تا شعبه جدید they hope to widen their lead، امیدوارن که بتونن اون برتریشون رو بیشتر بکنن. یک مثال دیگه مثلا توی ورزش میتونه استفاده بشه. The athlete was already in the first place. اون ورزشکار همین الان توی موقعیت اول بود، نفر اول بود، مثلا این مسابقه 2 میدانی بوده. اوکی؟ But she ran faster in the final lap. ولی در مرحله نهایی سریعتر دوید تا بتونه برتریش رو بیشتر بکنه نسبت به بقیه دونده ها. اوکی؟ مثال بعدی، عبارت striking feature. خب فیچر یعنی ویژگی، striking یعنی چشمگیر، یک ویژگی که راحت آدم متوجهش میشه. خب اینجا توضیح دادم a very noticeable, impressive or surprising characteristic of something. It's the first thing you noticed. پس striking feature یعنی چیزی که شما راحت متوجه میشی. خب مثلا فرض کنید که شما یه نفر تو خیابون میبینین که چی بگم، مثلا یه شلوار گلبهی پوشیده با یک پیراهن مثلا گلگلی و یک کلاه کابویی هم مثلا سرشه و یه اسلحه هم دستش. مثلا شما همچین آدمی رو معمولا توی خیابونای ایران نمیبینید. خب بنابراین این آدم یه سری سترایکینگ فیچر داره، یک سری ویژگی های چشمگیر داره که آدم سریع متوجه میشه. اوکی؟ مثال اول در مورد همون دوتا شرکت هستش. The most striking feature of the new Corner Brew coffee shop is the beautiful art painted on its walls. It really stands out. میگه چشمگیرترین ویژگی اون کافی شاپ جدید کورنر برو اون نقاشی های دیواری خیلی خوشگلشن. It really stands out یعنی خودشون نشون میده، آدم راحت متوجهش میشه. مثال بعدی در مورد خودروه. The most striking feature of the new car is its ability to park itself. یعنی چشمگیرترین ویژگی این خودروی جدید اینه که میتونه خودشو پارک بکنه به صورت هوشمند.
اوکی. بریم سراغ کلمه بعدی to overtake. یک فعله. کلمه overtake یعنی پیشی گرفتن. شما عقبی و تلاش میکنی از نفری که جلوی شماست جلو میزنی. مثلا توی مسابقات دو این اتفاق میفته. خب یا توی مسابقه فوتبال میتونه این اتفاق بیفته. فرض کنید در یک مسابقه دو یک ورزشکاری نفر دومه، بعد سریعتر میدوه و از نفر اول پیشی میگیره، overtake میکنه نفر اول. یا مثلا توی یک بازی فوتبال یک تیمی مثلا 2-0 عقبه و در 10 دقیقه پایانی میشه 3-2 و پیشی میگیره از رقیب. اینجا از فعل overtake میتونیم استفاده کنیم. اینجا گفتم to pass a competitor and become the leader. اینکه شما اون رقیب رو بزنی کنار و خودت بشی نفر اول. To go from the second place to the first place. یعنی از جایگاه دوم بری سراغ جایگاه اول. مثالی که در مورد کورنر برو اون شرکت کوچیکه میشه زد اینه که کورنر برو is becoming very popular. شرکت کورنر برو داره خیلی محبوب میشه. If their sales continue to grow so fast. اگر فروششون ادامه پیدا بکنه و بیشتر بشه they might overtake Global Bean as the city's favorite coffee shop next year. اگه فروششون ادامه پیدا بکنه اونا ممکنه که از Global Bean اون شرکت اصلیه و گنده تره ممکنه که جلو بزنن، پیشی بگیرن. اوکی. مثال بعدی در مورد ورزشه. In the last 5 minutes of the game, the home team scored 2 goals to overtake their rivals and win. یه در 5 دقیقه پایانی بازی تیم میزبان 2 گل زد و از رقیبش پیشی گرفت و برنده شد. اوکی. بریم سراغ عبارت بعدی to secure position. خب position یعنی جایگاه یا موقعیت. secure اینجا به معنی یک فعله، به معنای تثبیت کردن. پس عبارت to secure position یعنی ما بیایم موقعیتمون رو تثبیت بکنیم. To make your current successful place safe. To do something to ensure that you will not lose your spot to a competitor. یعنی بیا یه کاری بکنی که مطمئن باشی که جایگاه تو به رقیب نمیبازی. اوکی؟ مثال اول در مورد شرکت Global Bean. میگه Global Bean started a new loyalty card program to secure its position as the #1 coffee shop and stop customers from switching to Corner Brew. یعنی میگه شرکت Global Bean اومد یه لویالتی کارت پروگرامی رو شروع کرد برای اینکه جایگاه خودش رو به عنوان اولین کافی شاپ شهر تثبیت بکنه و نذاره که مشتری‌ها برن سمت کورنر برو. اوکی؟ مثال دوم در حوزه سیاسته. من 2 نقطه‌شو یادم رفته اینجا بذارم، براتون میذارم. میگه the politician gave a great speech to secure her position as the favorite candidate before the election. میگه اون سیاستمدار اومد یک سخنرانی فوق‌العاده کرد. چرا؟ چون که میخواست جایگاهش رو تثبیت بکنه به عنوان اون کاندیدای مورد علاقه مردم قبل از انتخابات. اوکی؟ مثال بعدی، عبارت بعدی divided trend. یک روند متفاوت بچه. یعنی چی؟ اینجا توضیح دادم it is similar to a mixed trend. معنای divided trend اوکی شبیه به mixed trendی هست که اینجا گفتم. خب ولی تفاوت دارن با هم دیگه. شبیهن، شباهت هایی دارن ولی متفاوتن. پس بنابراین شبیه به mixed trend ولی but this phrase often suggests that two groups of people or things are moving in opposite directions. یعنی چی؟ وقتی میگم a divided trend یک روند متفاوت بین 2 تا چیز، 2 تا شرکت رو، 2 تا آدم مختلف رو دارم بررسی میکنم. دقت بکنید وقتی که من میگم از mixed trend استفاده میکنم یعنی روند نوسانی یا روند متغیر، یعنی همون یه شرکت یه جایی داره میره بالا مثلا فروشش، یه جایی داره میاد پایین. در مورد یه شرکت دارم صحبت میکنم. ولی وقتی میگم divided trend من دارم در مورد مثلا 2 تا کمپانی دارم صحبت میکنم یا 3 تا کمپانی دارم صحبت میکنم. مثلا میگم که آقا میزان فروش محصولات اپل داره افزایش پیدا میکنه، از اون طرف میزان فروش محصولات سامسونگ داره کاهش پیدا میکنه. فرضاً 2 تا چیز مختلف رو دارم با هم دیگه مقایسه میکنم. مثال اول there is a divided trend in customer preferences. یعنی یک روند متفاوتی در نوع مشتری‌ها وجود داره. چی میگه؟ میگه که younger customers are choosing corner brew. مشتریای جوان‌تر انتخابشون corner brew، در حالی که مشتری‌هایی که سنشون بیشتره به global bean وفادار هستن. مثال بعدی there is a divided trend in how people work
یک روند متفاوتی در نحوه کار کردن آدم‌ها وجود داره. Many tech companies are asking employees to return to the office. خیلی از شرکت‌های تک دارن از کارمنداشون میخوان که برگردن تو خود آفیس کار بکنن، در حالی که while many creative agencies are letting them work from home، در حالی که خیلی های دیگه دارن به کارکنانشون اجازه میدن که از خونه کار بکنن. پس divided trend بچه ها داره چیکار میکنه؟ 2 تا یا 3 تا چیز رو با هم دیگه مقایسه میکنه، در حالی که mixed trend یه شرکته، حالا مثلا ممکنه یه جایی فروش همون شرکت بره بالا، بعد فروش همون شرکت بیاد پایین. و مورد دهم و مورد آخر stark contrast، یعنی یک تفاوت خیلی زیاد. اوکی؟ A very clear, strong and obvious difference between two things. مثلا there is a stark contrast between the two shops. بین این دوتا مغازه، دوتا شرکت، دوتا کمپانی تفاوت خیلی زیاد یا تفاوت آشکاری وجود داره. میگه Global Bean is always busy and loud. کمپانی Global Bean همیشه سرش شلوغه، پر از سر و صداست، در حالی که Corner Brew is quiet and relaxing. خیلی آرومه و بیشتر به درد کسایی میخوره که میخوان دارن در یک محیط آروم و بی سر و صدا ریلکس بکنن. مثال بعدی The green beautiful countryside was a stark contrast to the gray industrial city she had just left. میگه اون countryside سبز و زیبا یک تفاوت خیلی زیادی داشت با اون شهر صنعتی که اون خانم از اونجا رفته بود. اوکی؟ پس بنابراین ما اینجا 10 تا عبارت رو یاد گرفتیم و از همه این عبارت ها شما میتونید توی این رایتینگ برای توصیف این نمودار یا جدول استفاده بکنید. یه بار دیگه یه مرور بکنیم. A modest market, dominant leader, moderate increase, a mixed trend, to widen lead, striking feature, to overtake, to secure position, a divided trend, stark contrast. اوکی؟ اگر که نیاز دارید که دوباره به توضیحات من گوش بدید، لطفاً برگردید عقب و به توضیحات من گوش بدید. لینک این صفحه رو هم در قسمت توضیحات گذاشتم. ویدیو رو میتونید پاز بکنید فعلا، با حوصله لینک رو باز بکنید و یک مروری داشته باشید. چرا میگم باید مرور بکنید؟ چون در قسمت بعدی آموزش لغت میخوایم که بررسی بکنیم که چقدر متوجه معنی این کلمات شدین. یه تست کوچولو با هم دیگه میخوایم انجام بدیم. اوکی؟ ویدیو رو پاز کنید، هر موقع آماده بودید ویدیو رو ادامه بدید. من چیکار کردم اینجا؟ هر کدوم از اون عبارات یا کلماتی که در قسمت قبلی آموزش دادم و اینجا آوردم، بعد یه مثال براش نوشتم و بعد اومدم یه سوال پرسیدم. اگر جواب شما به این سوال درست باشه، یعنی گزینه درست رو انتخاب بکنید، یعنی معنا و مفهوم کلمه رو درست یاد گرفتید. اوکی؟ من نمیخوام دونه دونه مثلا سوالات رو بخونم و ترجمه کنم و بعد مثلا بگم چرا کدوم گزینه درسته. نه، شما صرفا من اشاره میکنم به اون کلمه یا عبارت، شما مثالش رو میخونید، حالا مثالش هم من میخونم. اوکی؟ سوالش هم من میخونم ولی ترجمه نمیکنم و بعد شما خودتون بگید که A درسته، B درسته یا C درسته. اوکی؟ و بعد من جواب درست رو میگم. اگه جوابتون درست بود که خب هیچی، متوجه داستان شدید. ولی اگر جوابتون درست نبود، بهتره برگردید عقب و به توضیحات من مجددا گوش بدید. خب بریم سراغ اول. Number 1, to overtake. Example, with its new popular phone model, the smaller company is expected to overtake the current market leader next year. Question, what will probably happen next year? بذارید سوالم ترجمه بکنم. گزینه ها رو دیگه نمیگم. احتمالا سال آینده چه اتفاقی میفته با توجه به این جمله‌ای که توی مثال هست؟ A, B یا C؟ جواب درست بچه ها گزینه B هستش اینجا. The smaller company will become number 1. بریم سراغ دومی. Striking feature. مثال رو میخونم. Example. The most striking feature of the new building is its roof, which is made entirely of glass. سوال. What does this sentence tell us about the roof? این جمله در مورد سقف اون خونه چی میگه؟ A, B یا C؟
جواب صحیح بچه گزینه A هستش. بریم سراغ مورد سوم. A divided trend. Example. The report shows a divided trend. Sales are increasing in Asia but decreasing in Europe. سوال. What is happening to the company's sales? چه بلایی داره سر فروش این شرکت میاد؟ جواب صحیح بچه ها اینجا گزینه B هستش. بریم سراغ چهارمی. A moderate increase. مثال. After the advertising campaign, we saw a moderate increase in website visitors. سوال. How much did the number of visitors change? تعداد بازدید کننده ها چقدر تغییر کرد با توجه به این جمله؟ جواب صحیح بچه ها گزینه C هستش. اگه من زود جوابو میگم نگران نباشید، ویدیو رو پاز کنید، با حوصله گزینه ها رو بخونید بعد ادامه. مثال بعد. To widen lead. Example. The winning team scored another goal in the final minute to widen its lead. سوال. What was the team's situation before they scored the final goal? قبل از اینکه گل آخر رو بزنن وضعیت این تیم چی بود؟ A, B and C. اوکی، جواب میشه گزینه B. They were already winning the game. بریم سراغ ششمی. A modest market. مثال. The company sells rare art books, which is a modest market. What does this mean for the company? این جمله چه چیزی در مورد این شرکت به ما میگه؟ A, B یا C؟ جواب هست گزینه B. The company sells to a small specific group of customers. هفتمی. Dominant leader. مثال. For years, that company has been the dominant leader in the car industry. سوال. What is the company's position in the car industry? پوزیشن این شرکت، این کمپانی در صنعت خودرو چیه؟ چه جایگاهی داره؟ A, B, C. جواب میشه گزینه A بچه ها. It is the most powerful and successful company. مورد هشتم. Stark contrast. مثال. The old gray office building is a stark contrast to the new colorful one next to it. سوال. How similar are the two buildings? این دو تا ساختمان چقدر به هم دیگه شبیه هست؟ A, B و یا C. جواب صحیح بچه ها گزینه B هستش. They are extremely different from each other. نهمی. To secure position. مثال. The company lowered its prices to secure its position as the top seller. Why did the company lower its prices? چرا این شرکت قیمتش رو آورد پایین؟ جواب صحیح بچه ها گزینه A هستش. To make sure it stays number one. و مورد آخر دهمی. A mixed trend. به عنوان مثال. The company's performance shows a mixed trend with high profits but a decrease in customer satisfaction. What is the company's situation? وضعیت این شرکت چیه؟ جواب میشه گزینه C بچه ها. Some parts of the business are doing well and other parts are doing poorly. Okay. That's it. امیدوارم که با این دوتا تمرینی که تا الان داشتیم من کلمات رو معرفی کردم، یه تمرین understanding هم با هم دیگه انجام دادیم. امیدوارم که براتون خوب جا افتاده باشه. اگر مشکلی توی این دوتا تمرین اول داشتید برگردید عقب و دوباره ویدیو رو ببینید و اگر هم سوالی داشتید حتما در قسمت کامنت ها از من بپرسید تا من بهتون جواب بدم. من یه قسمت دیگه هم گذاشتم تحت عنوان Let's Practice. اوکی، بیاین با هم دیگه تمرین بکنیم. خب یه تمرین بامزه و جالبیه و به نوعی تمرین پرافریزینگ، بازنویسی جمله است. یعنی چی؟
من اومدم یه دونه جمله اینجا گفتم The number of potential buyers for handcrafted leather shoes is quite small. یه جمله‌ای گفته شده. بعد من میخوام این جمله رو با استفاده از عبارت a modest market شما چیکار بکنید؟ بازنویسی بکنید. اوکی؟ دیگه من خودتون انجام بدید بچه‌ها. و اگر که دوست داشتید که من جوابتون رو چک بکنم لطفا توی کامنت ها هم جمله اول جمله اصلی رو بنویسید و هم جمله بازنویسی شده با استفاده از اون عبارتی که من اینجا گفتم رو بنویسید. من میخونم، اگه درست باشه که لایکش میکنم، اگر اشتباه باشه که بازم لایکش میکنم ولی کامنت هم براتون میذارم و تصحیحش میکنم. اولی رو من انجام میدم، بقیه رو شما انجام بدید. The number of potential buyers for handcrafted leather shoes is quite small. میگه تعداد مشتریا یا خریداران بالقوه برای کفش چرم دستدوز خیلی کوچیکه، تقریبا کوچیکه. خب ما گفتیم اگر که بازار یک محصولی محدود باشه میتونیم از عبارت مادست مارکت استفاده کنیم. بنابراین من میتونم به جای اون جمله بالا بیام یه جمله دیگه بنویسم که همون معنی و همون مفهوم رو داره ولی از عبارت مادست مارکت اونجا استفاده شده. مثلا میتونم بگم the market for handcrafted leather shoes is a modest market. اوکی. البته چون که من اول جمله من اومدم از کلمه مارکت استفاده کردم، بذارید من اینو کوتش بکنم که راحت تر دیده بشه. چون که از کلمه مارکت اینجا استفاده کردم میتونستم به جای مارکت آخر کار از کلمه one هم استفاده. The market for handcrafted leather shoes is a modest market یا is a modest one. اوکی. دومی رو بذارید انجام بدم. اوکی. یه مقدار تعداد تمرینای کمتری داشته باشید. In the software industry, Innovate Systems holds the most powerful position by a large margin. Large margin یعنی با یه حاشیه خیلی زیاد، یعنی فاصله زیادی با بقیه رقبا داره. اسم شرکتمون هم Innovate Systems هستش و میگه که most powerful position رو داره، قدرتمندترین جایگاه رو داره. یاد گرفتیم که وقتی که یک کمپانی قدرتمندترین جایگاه رو داره میتونیم از عبارت dominant leader براش استفاده کنیم. خب بنابراین میتونم اینو بازنویسی بکنم به این شکل، بیام بگم که in the software industry, Innovate Systems is the dominant leader. اوکی. دقت کنید بچه‌ها قبل از عبارت dominant leader معمولا از کلمه د استفاده میکنیم. هم میتونم بگم a dominant leader. فرقشون چیه؟ وقتی میگم the dominant leader یعنی فقط یه دونه شرکتی که از همه بزرگتره و از بقیه هم جلو. خب ولی وقتی میگم a dominant leader یعنی اون شرکت یکی از شرکت هایی که از بقیه شرکت ها جلوتر هستش. اوکی. بنابراین شما الان وقت بذارید، ویدیو رو پاز کنید، عجله نکنید بچه‌ها و بیاین و 3 4 الی 10 رو بخونید، با استفاده از کلمات و عبارات پیشنهادی من بازنویسی بکنید. اشتباه هم اگه باشه ایرادی نداره، بنویسید، تایپ بکنید. ببینید مهارت نوشتن با نوشتن بهتر میشه. حالا چون قرار آزمون کامپیوتری بدیم، با تایپ کردن مهارت نوشتنتون بهتر میشه. بنابراین الان ویدیو رو پاز کنید، یه 10 دقیقه رو وقت بذارید، اینا رو بازنویسی بکنید. گفتم بهتون میتونید توی قسمت کامنت ها برای من بذارید تا من بخونم و اگه اشکالی داشت براتون تصحیح بکنم. خب قسمت آموزش لغت به اتمام رسید و ما یک سری کلمات و عبارات یاد گرفتیم که در نوشتن این گزارش برای این نمونه سوال میتونیم استفاده کنیم و قاعدتا نمره بهتری هم از لحاظ وکابولری و یا لغت در آزمون بگیریم. بریم سراغ نوشتن پاراگراف اول، یعنی پاراگراف مقدمه. خب ما یاد گرفتیم قبلا، اجازه بدید بچه‌ها من چون که اینو یک کپی ازش بگیرم بیام و اینجا هم پیستش بکنم که هر دفعه نخوام خیلی برم بالا و برگردم.
اوکی. خب بریم اول از همه میخوایم مقدمه براش بنویسیم. احتمالاً دیگه میدونید برای نوشتن پاراگراف مقدمه اون موضوع رو، اون سوال رو بایستی بازنویسیش بکنیم. جمله اصلی ما چیه؟ The tables below show sales of fair trade coffee and bananas in 5 countries in Europe in 1999 and 2004. اوکی. من اومدم این جمله اصلی رو بخش کردم و برای هر بخش یک سری عبارت‌های پیشنهادی دادم که شما میتونید به جاش از یک کدوم از این سه تا استفاده بکنید و یک پارافریز خیلی بهتر بنویسید. مثلا به جای the tables below show اومدم از این سه تا عبارت استفاده کردم. احتمالاً بلدید، من دیگه نمیخونم، خودتون بخونید. اگه زمان بیشتر نیاز دارید ویدیو رو پاس کنید و بخونید. به جای sales of fair trade coffee and bananas پیشنهادهای من اینا هستن. به جای in 5 countries in Europe اینها پیشنهادهای من هستن. و به جای in 1999 and 2004 پیشنهادهای من این سه تا عبارت هستن. یعنی ما الان 12 تا عبارت مختلف داریم و با ترکیبی از اینها قاعدتا میتونیم جملات مختلفی بنویسیم. من سه تا جمله نوشتم که هر سه تا درستن. از یکی از اون جمله ها در گزارش استفاده میکنم. ولی قبل از اینکه جملات من رو ببینید پیشنهاد میکنم که ویدیو رو پاس بکنید. با توجه به این عبارات پیشنهادی خودتون 2 تا 3 تا 4 تا پارافریز برای سوال بنویسید و بعد مثال های من رو ببینید و مقایسه بکنید. بریم سراغ سه تا پارافریزی که من انجام دادم. اولی The provided tables illustrate the amount of fair trade coffee and bananas sold across 5 different European nations for the years 1999 and 2004. یا حالا میتونستم دومی رو بگم یا میتونم سومی رو بگم. دیگه خودتون بخونید. من یه نکته‌ای رو بچه‌ها بهتون بگم. توی ویدیوی قبلی گفتم. اگر که ویدیوی قبل رو ندیدید نکته‌شو الان اینجا هم میگم. قرارمون این شد که در قسمت اینتروداکشن اگر یک توی سوال یک واحدی اومده من بیام اون واحد رو در قسمت اینتروداکشن بیان بکنم که در ادامه در پاراگراف های جزئیات نخوام اون واحد رو هی تکرار بکنم و نوشتار من خیلی حوصله سربر و تکراری و طولانی بشه. خب توی ویدیوی قبلی که داشتیم در مورد میزان تولید و مصرف برق صحبت می‌کردیم اونجا واحدش میلیارد کیلووات ساعت بود. خب که من توی اینتروداکشن آوردم. اینجا واحدمون چیه؟ اعدادی که شما توی جدول می‌بینید 1.5 6 1 8 6 5 اینا واحدشون millions of euros هستن. بر اساس میلیون یورو داره به ما میگه واحد رو. بنابراین شما این millions of euros رو توی اینتروداکشن بگید که در ادامه خواستید اعداد رو بگید هی نخواهید بعدش بنویسید millions of euros. اوکی؟ بنابراین چیکار میکنم؟ میام و مثلا توی اولی میام میگم the provided tables illustrate the amount of fair trade coffee and banana sold across 5 different European nations. میتونم حالا توی پرانتز بگم in million of euros برای سالهای 1999 و 2004. من اینجا millions of euros رو چیکار کردم؟ گفتم یه اسم بذاریم. خب اینو اینجا میگم که بعدن دیگه هی تکرارش نکنم، زمانم الکی تلف نشه و من همین رو به عنوان پاراگراف مقدمه انتخاب میکنم و اینجا کپی پیستش میکنم. خب حالا که من پاراگراف مقدمه رو نوشتم باید برم سراغ اوورویو. اوورویو چی بود؟ قبلا بارها گفتم. بچه اوورویو یعنی مهمترین ویژگی ها بدون اشاره به جزئیات. بیشترین و کمترین، بزرگترین و کوچکترین و یک سری تفاوت‌های آشکار که در نمودار ما خیلی راحت میتونیم ببینیم و به چشممون میخوره. خب دقت کنید بچه‌ها، با هم دیگه بررسی کنیم. من یه سری توضیحات بدم بعد ترجمه خودتون اول اوورویو رو بنویسید بعد اوورویو منو نگاه. خب توی همچین سوالی که 2 تا جدول داده بهتره شما 1 یا 2 جمله اوورویو برای مثلا کافی بنویسید و بعدش هم 1 یا 2 جمله اوورویو برای بناناز بنویسید. خب قرارمون این شد برای نوشتن اوورویو وارد جزئیات بشیم و از اون جزئیات کلیات بکشیم بیرون. و این رو هم بگم درسته که وارد جزئیات میشیم که کلیات رو بکشیم بیرون ولی به اون جزئیات توی اوورویو اشاره نمی‌کنیم، فقط کلیات رو میگیم. مثلا شما می‌بینید که در UK، سوئیسرلند، دنمارک، بلژیم و سویدن در همه این کشورها
1 و نیم 20 3 6 1 و 8 2 1 1 و 7 8 هم 1 میزان فروش قهوه افزایشی بوده. این خودش یه ویژگی مهمه. پس من میتونم بگم که در همه این کشورها میزان فروش قهوه افزایش پیدا کرد. این یه ویژگی مهمه. ویژگی بعدی که مثلا من میتونم اینجا ببینم اینه که مثلا در حالی که UK در سال 1999 مقام دوم رو داشته، جایگاه دوم رو داشته، ببخشید جایگاه سوم رو داشته. آره ببینید در سال 1999 1 و نیم 3 1 و 8 اول سوئیس بوده، بعد دانمارک بوده و بعد UK بوده. پس میتونیم بگیم در حالی که در سال 1999 جایگاه سوم رو داشته، در سال 2004 مارکت لیدر شده، رهبر بازار شده، یا دامیننت لیدر شده، رهبر مسلط بازار شده. از اون کلماتی که من قبلا بهتون آموزش دادم اینجا میتونیم چیکار بکنیم؟ استفاده بکنیم. پس برای قهوه میتونم یک بگم که در همه کشورها افزایشی بوده و دو با وجود این که در سال 1999 جایگاه سوم رو داشته از لحاظ میزان فروش قهوه، در سال 2004 مقام اول رو داره و تبدیل به دامیننت لیدر بازار قهوه شده. در مورد موز چی میتونم بگم؟ با از موز UK 1547 افزایش، سوئیس 1.5 افزایش، دانمارک 6.4 افزایش، بلژیک و سوئد کاهش. اینجا یه اتفاق داره میفته. ما اینجا در مورد بنانا بچه شاهد چی هستیم؟ شاهد میکست ترند یا دیوایدد ترند هستیم. عبارتشو بهتون یاد دادم. چرا؟ چون که میبینیم 3 جا افزایشی 2 جا کاهشیه. خب پس بنابراین اوورویوی که برای بناناز میتونم بنویسم اینه که آقا ما شاهد یک میکس ترند یا دیوایدد ترند هستیم. و بعد توضیح میدم در حالی که در UK، سوئیسرلند و دنمارک افزایشی بوده، در بلژیک و سوئد کاهشی بوده. عدد و ارقام رو بهش اشاره نمی‌کنم. یه نکته دیگه‌ای هم که در مورد بناناز یا موز اینجا میتونم بگم اینه که دقت بکنید UK جایگاه خودش رو حفظ کرده. در سال 1999 15 میلیون یورو فروش داشته، بیشتر از بقیه رقبا بوده. در سال 2004 47 میلیون یورو داشته، بیش از 3 برابر شده و کماکان بیشتر از بقیه رقبا هستش. بنابراین UK در مورد فروش بنانا یا موز سکیور پوزیشن انجام داده، جایگاه خودش رو حفظ کرده. پس ببینید اون عبارتی که من بهتون یاد دادم اینجا چقدر به درد ما میخوره و در هر سوال دیگه ای ممکنه به درد ما هم بخوره. حالا با توجه به توضیحاتی که بهتون دادم بیان یک پاراگراف اوورویو با 2 الی 3 یا نهایتا 4 جمله براش بنویسید. ویدیو رو پاس کنید، 10 دقیقه 15 دقیقه به خودتون وقت بدید و بنویسید و بعد اوورویو هایی که من نوشتم رو یه نگاهی بندازید و با هم دیگه مقایسهشون بکنید. اوکی؟ خب اینجا من یه اوورویو برای کافی گفتم، یه اوورویو برای بنانا گفتم. من میتونم مثلا این رو بیام در امتداد این بنویسم که اوورویوم شکل بگیره، پاراگراف اوورویوم، ولی خب ممکنه خیلی طولانی بشه. بنابراین حالا اول این دوتا رو بخونیم، بعد بهتون میگم که این چجوری این دوتا رو ترکیب بکنیم و یک اوورویو کوتاه‌تر داشته باشیم. دقت بکنید گفتم که اوورال. قبلا گفتم بهترین گزینه برای شروع پاراگراف اوورویو کلمه اوورال هستش. میگم overall sales of fair trade coffee increased in all 5 European countries between 1999 and 2004. به صورت کلی میزان فروش قهوه در همه این کشور افزایش پیدا کرد. بعد میگم the growth was particularly dramatic in the UK. میزان افزایش دراماتیک بوده. توی UK خیلی زیاد بوده. از 1.5 میلیون یورو به 20 میلیون یورو رسیده. which transformed from a relatively modest market که از یک مارکت کوچک اوکی تبدیل به dominant leader شده. دقت بکنید 1999 1.5 میلیون بوده، 2004 20 میلیون شده. 1999 جایگاه سوم داشته، 2004 جایگاه اول رو داره. پس از یک modest market، یک بازار کوچک، تبدیل به dominant leader شده، در حالی که میزان افزایش در بقیه مادست بوده یا مادریت بوده. مادریت اینکریز اتفاق افتاده، افزایش خیلی زیادی اتفاق نیفتاده. 3 شده 6، 1 و 8 شده 2، 1 و 7 8 هم شده 1. خب در مورد موز چی میتونم بگم؟ میگم conversely. چرا میگم conversely؟ چون برعکس بالاست. ما توی در مورد قهوه چی داشتیم؟ همه افزایشی بودن، ولی توی بنانا بعضی افزایشی بعضی کاهشی هم. پس اینجا برای شروع میتونم از
conversely استفاده کنم. میگم the trend for fair trade banana sales was mixed. اون ترنده ترکیبی بوده توی این 5 تا کشور. اینجا میگم که در حالی که sales grew substantially in the UK, Switzerland and Denmark، در حالی که توی این 3 تا کشور افزایش زیادی داشته، they actually declined in Belgium and Sweden over the same period. که بلژیک و سوئد کاهش پیدا کرد. و به عنوان نکته نهایی هم میتونم بگم the UK was the largest market in both years and significantly widened its lead by 2004. میگم که UK توی هر 2 سال بازار بزرگی داشته. large market بوده، بزرگترین بازار بوده. 1999 با 15 میلیون اول بوده، 2004 با 47 میلیون اول بوده. پس توی هر 2 سال چه اتفاق افتاده؟ رتبه اول رو داشته، ولی دقت بکنید از 15 رسیده به 47، یعنی باز بهتر شده، باز خودش رو میزان فروشش رو بیشتر کرده. بنابراین وایدن لید اینجا اتفاق افتاده. من اینجا توی این جمله ازش استفاده کردم. خب همونطور که میبینید 2 تا چیز رو اینجا مشاهده میکنید. یک این که من از چند تا از عباراتی که اول ویدیو آموزش دادم استفاده کردم، قاعدتا دارم نمره بهتری توی رایتینگم میگیرم. و 2 این که توی این اوورویو به عدد و ارقام و جزئیات اشاره‌ای نکردم. خب حالا بچه دقت بکنید، اینو اگه من بیام مثلا اینو از جا بردارم، میخوام پاراگراف بنویسم دیگه، خب بعد اینو هم بیام در ادامه این بنویسم، دقت بکنید خیلی طولانی میشه اوورویو من، ایرادی نداره ها. خب ولی اگه نویسنده توانایی من باشم سریع می نویسم، خب همونو استفاده میکنم. خب ولی میتونیم یه ذره کوتاه‌ترم بنویسیم. میتونم بگم overall sales of fair trade coffee. حالا این fair trade رو میشه حذفش کرد. خب sales of coffee increased in all 5 European countries between 1999 and 2004. و حالا اینکه مثلا UK از یک بازار کوچک تبدیل به دامیننت لیدر شده رو خب اینو نگه میدارم. این توضیح اضافه ما از اینجا چیکار میکنم؟ حذفش میکنم. بعد نقطه میذارم میگم conversely the trend for fair trade banana. fair trade رو هم از اینجا حذفش میکنم. Sales was mixed across the 5 nations. چون که توی جمله اولم دارم میگم توی 5 کشور اروپایی، میتونم این across the 5 nations رو اینجا حذفش بکنم. میگم در حالی که توی UK، سوئیسرلند و دانمارک افزایش داشته، اونا توی بلژیک و سوئد کاهش پیدا کردن. و حالا اینو هم میتونم حذفش بکنم. اگر من نویسنده سریعی نیستم و همیشه نگرانی زمان رو دارم، مهمترین چیزها رو بگم، حالا یه سری چیزهای فرعی رو میتونم حذفش بکنم. بنابراین این 2 تا به عنوان اوورویو من میتونن استفاده بشن. من انتخابم همون اولیه است و اینو کپیش میکنم و اینجا پیستش میکنم. خب حالا برسیم سراغ اصل ماجرا. میخوایم برسیم سراغ دیتیلز پاراگراف ها. چند تا پاراگراف بنویسم بچه‌ها؟ نظرتون چیه؟ 1 2 تا 3 تا 4 تا چند تا؟ بهترین کار به نظر من اینه که 2 تا پاراگراف بنویسیم. یه پاراگراف فقط در مورد قهوه، یه پاراگراف فقط در مورد بناناس یا موز. چرا این کار میکنم؟ چون اینجوری نوشتار من انسجام داره، خوانش راحت تری داره. اشتباهی که خیلی از بچه‌ها میکنن اینه که مثلا 2 تا پاراگراف مینویسن و توی پاراگراف اول هم در مورد قهوه و هم در مورد موز صحبت میکنن. پاراگراف دوم هم در مورد قهوه و هم در مورد موز صحبت میکنن و این انسجام رو به هم میریزه. برای اینکه انسجام داشته باشید، بیاین کافی رو بگید، تموم که شد، بیاین سراغ بناناس. باید چیکار بکنید؟ باید یک گزارش بنویسید و اطلاعاتی که اینجا وجود داره رو با همدیگه مقایسه بکنید و عدد و ارقام و جزئیات رو بیاین بگید. اوکی، خیلی راحت میتونم این کار رو انجام بدم. بیایم، پیشنهاد من اینه که خودتون اول بنویسید، وقت بذارید بنویسید و بعد بیاین اینتروداکشن دیتیلز پاراگراف هایی که من نوشتم رو بهشون نگاه بکنید. بریم سراغ دیتیلز پاراگراف اول. بچه‌ها یه نکته رو بهتون بگم. اینجا اون پاراگراف اصلی است که من توی گزارش استفاده میکنم. بعد از اینکه این پاراگراف رو توضیح دادم، میام همین پاراگراف رو توی 1 2 3 4 سطح مختلف بهتون میگم که اگر مثلا شما سطحتون پری اینترمدییت، ممکنه نتونید همچین خروجی داشته باشید، ولی میتونید همچین خروجی داشته باشید.
و میبینید و متوجه میشید که با سطح زبان پایین و پری اینترمدیت هم شما میتونید رایتینگ خوب بنویسید و اون نمره حداقلی رو در آزمون بگیرید. خب بریم سراغ پاراگراف. میگم looking at the details for coffee. با نگاه کردن به جزئیات قهوه the most striking feature is the phenomenal growth in the UK market. دیدین چجوری از اون کلمه استفاده میکنم؟ striking feature. اون ویژگی چشمگیر چیه؟ خب چشم منو داره میگیره دیگه. 1.5 رسیده به 20. یعنی چه میدونم چند برابر شده؟ 15 برابر مثلا شده. خب 14 برابر شده در مقایسه با بقیه. پس این ویژگی چشمگیره. میگم چشمگیرترین ویژگی اون رشد خیلی زیاد در بازار یوکیه. حالا جزئیات میگم. Where sales surged. افزایش خیلی زیادی پیدا کرد. From just 1.5 in million euros رو میتونم حذفش بکنم. In 1999 to 20 million euros اینو هم حذفش میکنم. In 2004. اوکی؟ این افزایش به چه معناست؟ میگم که this increase meant the UK overtook Switzerland. از سوئیس پیشی گرفت، جلو زد to become the largest market by a significant margin. UK رو اومدم گفتم و مقایسه ای هم انجام دادم با سوئیس. در ادامه میرم سراغ سوئیس. میگم Switzerland which was the leader in 1999. سوئیس که رهبر بازار بود در سال 1999 از همه بیشتر بوده در سال 1999 with sales of 3 million euros. حالا اینجا باز میتونم میلیون یورو رو حذفش بکنم. Also saw its revenue double. revenue یعنی درآمد. شاهد 2 برابر شدن درآمدش بود. به چقدر؟ به 6 میلیون یورو. باز اینو حذفش میکنم تا قبل از 2004 و اومد جایگاهش رو به عنوان مقام دوم حفظ کرد. اوکی؟ و اومدم یوکی و سوئیسرلند رو به عنوان اون اصل کاریا گفتم. خب اول یوکی و بعد سوئیس. حالا برم سراغ ستای دیگه. این ستا رو با هم میگم چون افزایش خیلی ناچیز بوده. میگم the remaining 3 countries سه کشور باقی مونده experienced more modest increases. افزایش کمی داشتن. بعد دونه دونه باید توضیح بدم دیگه. میگم sales in Denmark rose slightly from 1.8 to 2 million euros. اینو حذفش میکنم. در حالی که while Belgium's figures grew from 1 to 1.7 million euros. Sweden recorded the lowest sales in both years. دقت بکنید در هر دو سال سوئد کمترین میزان فروش رو داشته. With a minimal increase from 0.8 to 1 million euros over the 5-year period. That's it. من این رو به عنوان نقطه بذارم. این پاراگراف رو به عنوان توصیف میزان فروش قهوه چیکار میکنم؟ اینجا میذارم. خب بهتون گفتم حالا من اومدم همین پاراگراف رو در سطح پری اینترمدیت، در سطح اینترمدیت، آپر اینترمدیت و ادوانس لول هم نوشتم. اگر شما سطحتون پری اینترمدیت نگران نباشید. با کلمات خیلی ساده تر هم میتونید رایتینگ بنویسید. یه خودتون وقت بذارید و بخونید. اگر که سطحتون ادوانس لول واقعا سطح زبان خیلی زیاد و بالایی دارید به ادوانس لول یه نگاهی بندازید و ببینید که از کلمات خیلی پیشرفته و پیچیده چگونه میشه استفاده کرد. اگر هم اینترمدیت یا آپر اینترمدیت هستید که خب باز نمونهش اینجا هست. یه نکته فقط بهتون بگم، شما اینکه پری اینترمدیت هستی نیای سراغ ادوانس لول و پیش خودت فکر کنی که حالا من 4 تا کلمه قلمبه سلمبه از این یاد بگیرم برم توی رایتینگم استفاده کنم نمرم میشه 7. نه، این اتفاق اصلا نمیفته. خب دقت بکنید که شما نمیتونی با سطح پری اینترمدیت لول از کلمات و دستور زبان پیشرفته استفاده کنید. چرا؟ چون که تسلط نداری. شاید 4 تا نکته بلد باشی ولی چون تسلط نداری هر چقدر هم حفظ بکنی و یاد بگیری توی رایتینگ در آزمون نمیتونی استفاده کنی. بنابراین واقع بینانه رفتار بکنید. اگر سطحتون پری اینترمدیت به این نگاه کنید. اگر اینترمدیت و آپر هستید به این دوتا یا همون اصلیه نگاه بکنید. اگر هم سطحتون خیلی پیشرفته است به این نگاه بکنید. اوکی؟ دوچار این اشتباهی که خیلی از بچه‌ها میشن و سطحشون پایینه میرن کلمات سطح بالا یاد میگیرن، لطفاً بچه‌ها نشید. واقع بین باشید. به هر حال من پاراگراف رو هم که اینجا گذاشتم، دیتیلز پاراگراف اول رو نوشتم، میرم سراغ دیتیلز پاراگراف دوم. دقت کردید من اینجا فقط و فقط در مورد قهوه صحبت کردم، اصلا کاری به موز نداشتم.
مقایسه‌مو فقط در مورد قهوه بین این 5 تا کشور انجام دادم. حالا که تموم شد میرم سراغ موز. ببینیم که در مورد موز داستان چیه. خب دیتیلز پاراگراف دوم. دقت کنید با اینجوری شروع کردم regarding banana sales، یعنی در مورد فروش موز. خب the data reveals a divided trend، یعنی یک ترند متفاوت رو داره نشون میده. قبلا divided trend رو اینجا چیکار کردم؟ آموزش دادم بهتون. with 3 countries showing growth، 3 تا کشور افزایش نشون میدن and 2 showing a decline، 2 تا هم کاهش نشون میدن. دقت کنید UK، سوئیسرلند، دنمارک افزایش، بلژیم و سویدن کاهش. حالا میرم دونه دونه جزئیات رو میگم the UK was by far the most significant market is in both years. UK در هر 2 سال مهمترین بازار بود. 1999 15 میلیون یورو، 2004 47 میلیون یورو. with its sales increasing more than threefold from 15 million euros، باز اینو حذفش میکنم، in 1999 to an impressive 47 million euros، اینو حذفش میکنم، in 2004. پس UK رو اومدم گفتم. اوکی، اینو که اومدم گفتم میرم سراغ سوئیسرلند. میگم سوئیسرلند also experienced substantial growth. خب سوئیس هم افزایش خیلی زیادی داشت، از 1 میلیون به 5.5 رسیده، 5.5 برابر شده. خب میگم with revenue rising from 1 میلیونش رو حذف کنم to 5.5. میرم سراغ دانمارک. میگم دانمارک saw the largest increase. اگه دقت بکنید دانمارک بیشترین افزایش رو داشته. چرا میگم دانمارک بیشترین افزایش رو داشته بچه‌ها؟ دوچاره اشتباه نشید. درست از لحاظ عددی مثلا UK 15 شده 47، عدد 47 بیشتر از بقیه است، ولی دقت بکنید که UK 3 برابر شده، سوئیسرلند 5.5 برابر شده، دانمارک چند برابر شده. ما اگر بیایم اینجا سریع حساب کنم، برای ریاضیم خیلی خوب نیست، 4 رو تقسیم بر 6 دهم بکنم میشه 6.6666 الی آخر. خب پس دقت بکنید که UK درسته که بیشتر از همه است، ولی افزایشش 3 برابر بوده. سوئیسرلند 5.5 برابر بوده، دانمارک بیشترین افزایش رو داشته. درسته که باز از سوئیس و UK کمتره، ولی بیشترین افزایش رو داشته و تقریبا 6.5 برابر شده. خب بنابراین اینجا اومدم گفتم که Denmark saw the largest increase، بیشترین افزایش رو به خودش دید، as its sales jumped from just 0.6 to 4 million euros. اینو حذفش میکنم از اینجا. بعد میگم in stark contrast. stark contrast رو بهتون گفتم، یعنی تفاوت چشمگیر رو خیلی زیاد. تفاوت چشمگیر دیگه، این 3 تا افزایش بودن، اینا کاهشی بودن دیگه. هر جفتش هم تقریبا نصف شدن. 1.8 شده 1، 2 شده 9 دهم. اوکی، بنابراین میگم in stark contrast two countries saw their sales decrease. 2 تا کشور کاهش داشتن. Sweden, which was the second largest market in 1999. اوکی، سوئد که second largest market بوده. دقت کنید سوئد در سال 1999 بعد از UK قرار گرفته. دارم میگم سوئد که بازار دوم بوده در سال 1999 with 2 million euros in sales. حالا اینو نگه میدارم اینجا. saw its figures fall by more than half. بیشتر از نصف شد سوئد و به چقدر رسید؟ به 9 میلیون یورو در سال 2004 رسید. به صورت مشابه similarly فروش در بلژیک هم کاهش پیدا کرد. declining from 1.8، اینجا میلیونش رو حذف میکنم، to 1 million euros، اینم حذفش میکنم، over the 5-year period. و این رو به عنوان پاراگراف نهایی توی گزارشم ثبتش میکنم. اوکی، و تموم شد. باز هم اینجا مثل پاراگراف قبلی اومدم در چند سطح مختلف نوشتم و شما با توجه به سطحی که خودتون دارید بیاین و بخونید و بررسی کنید و نکات رو بچه‌ها یاد بگیرید. ما الان در پایان این ویدیو رسیدیم به گزارش کامل برای نمونه‌ای که اینجا با هم دیگه داشتیم. میتونید اینجا ویدیو رو پاز بکنید، بخونید کامل. اگه نکته سوالی چیزی بود از من بپرسید. میتونید اگر که میخواین بعداً بیاین سراغ این نمونه، لینکی که در قسمت توضیحات میذارم رو یه جا داشته باشید
تا بعدا بهش دسترسی داشته باشید و همین دیگه. نکته خیلی خاصی دیگه وجود نداره و من با این ویدیو اولین جدول رایتینگ تسک 1 رو بهتون آموزش دادم. در ویدیوی بعدی هم مجددا میرم سراغ یک جدول دیگه، فکر میکنم برم سراغ کتاب 20، چون که جدیدترین کتابی هست که برای تست های کمبریج آیلتس منتشر شده. ممنونم که تا اینجا کار با من همراه بودید. پیشنهاد میکنم که در کانال سابسکرایب بکنید تا ویدیوهای بعدی رو از دست ندید. اول ویدیو گفتم که قرار به زودی آموزش لیسنینگ آیلتس رو هم آغاز بکنم. لطفا سابسکرایب بکنید، اون زنگوله رو فعال بکنید تا نوتیفیکیشن هم براتون بیاد و ویدیوها رو از دست ندید. ممنون میشم که این ویدیو و به صورت کلی کانال رو به دوستانتون هم که میخوان در آزمون آیلتس شرکت بکنن معرفی بکنید. به زودی با ویدیوی بعدی در خدمتتون هستم. مراقب خودتون باشید.